با سلام و درود. برنامه اخباری آزادی را من مومین احمدی از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشکش شما میکنم. امروز 26 آگوست است. در برنامه اینها را داریم: پرواز به خارج را به گواهنامه عارض از کووید 19 منع کردند. تلاش‌ها برای جلوگیری از کرونا ویروس در تاجیکستان. دکانو دما سابشن ریکا که امود کووید امو تاجیکستان گرفته بیو که اینجا کمتر قین‌تر. مقامات اوکراینی میگویند از فاجعه هسته‌ای در اروپا جلوگیری کردند. نیروگاه اتمی زیر نظارت روسیه جهان را به تشویش آورده است. روسیه درخواست تاجیکستان را رد کرد و یک ساکن کلاب را که در عضویت به سازمان تروریستی گمان بر میشد به دوشنبه نفرستاد. خبری از استرالیا. دادگاه استرالیا محقق سابق و شهروند تاجیکستان عبدالسلام آدینه‌زاده را با گناه ترغیب تروریسم و قتل مردمان غیر مسلمان به 3.5 سال زندان محکوم کرده است. آدینه‌زاده 54 ساله که در فیسبوک با بیانیه‌های بحث برانگیز و طرفداریش از داعش و طالبان شناخته میشد، سال 2020 بازداشت شد. درباره حکم شهروند تاجیکستان رسانه‌های استرالیا امروز گزارش دادند. وبسایت خبری وست استرالیان نوشته بود که بیوخیمیک تاجیکستانی یکی از خطرناکترین شخصیت‌ها در ایالت عنوان شده است. در تاجیکستان برای جلوگیری از پنهشوی احتمالی موج دیگری کرونا ویروس تدبیر می‌اندیشند. مقامات تاجیک رسما میگویند که حالا گرفتاران نوی بیماری را ثبت نکردند، ولی با سبب افزایش دیگرباره گرفتاری به کرونا ویروس در کشورهای همسایه برای پیشگیری چاره می‌اندیشند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارانم براد یوسفی و علیشیر ظریفی. تاجیکستان دوباره با خود داشتن گواهنامه بیماری کووید 19 و سرتیفیکات وایکوبی از این بیماری در گذرگاه‌های مرزی را حتمی کرد. مقامات بهداشتی کشور میگویند این تصمیم به دنبال بد شدن وضع اپیدمیکی در کشورهای همسایه و خارجی دور گرفته شده است. باید شهروندانی که به جمهوری تاجیکستان وارد میشوند هنگام فرودآیی یا اینکه گذشتن از نقطه‌های سرحدی با مقامات نگهبان سرحد و که در آنجا کارمندان سوی تندرستی نیز هستند شهادتنامه طبی یا معلوماتنامه طبی عاید به نتیجه منفی تجزیه زنجیره پلیمرازی یا اینکه PCR را باید پیشنهاد کنند و در برابر این با خود باید سرتیفیکات واکسینه کنانی را داشته باشند. در صورت نداشتن یکی از این دو سند توسط طبیبان در نقطه‌های سانیتاری و کرانتینی گذرگاه‌های مرزی مسافران از تشخیص گذرانیده می‌شوند. اژانسی هوانوردی تاجیکستان خبر داده است که مسافران در نقطه‌های بلیط فروشی از این تصمیم آخر ستاد آگاه کرده می‌شوند. طبق مشاهده‌ها حالا نه همه مسافران از قاعده نوی ورود و خروج در گذرگاه‌های مرزی آگاه هستند. دگان چی دام نزدن گرفتگی بدون گرفت نمی 2 ماه پیش گرفته بدون اینا بود رفت ساده میکرد چی دام نزدن. در بلیط فروشی چی نگفتند؟ نه. برخی مسافران دیگر که در دست گواهنامه کووید 19 و سرتیفیکات وایکوبی داشتند میگویند در تاجیکستان گرفتن آسان‌تر است، از این رو از این فرصت استفاده کردند. دکانو دما سابشن ریکا که امود کووید امو تاجیکستان گرفته بیو که اینجا کمتر قین‌تر. حتما میپرسن. در پی بد شدن وضع اپیدمیولوژی در کشورهای منطقه و جهان، سازمان جهانی بهداشت به تاجیکستان توصیه داده است که دوره 4 مایکوبی مقابل بیماری کووید 19 را از سر گیرد. حالا تصمیم شده است که مایکوبی چهارم به گروه‌های آسیب‌پذیر از 60 ساله بالا در قدم اول میان طبیبان گذرانیده شود. از آغاز معرکه مایکوبی در ماه مارس سال 2021 تا 19 آگوست بیشتر از 5 میلیون یا 94.9% با وایه یکم، زیاده از 5 میلیون یا 93.3% با وایه دوم و نزدیک 5 میلیون نفر یا 88% با وایه سوم بر ضد بیماری کووید 19 مایکوبی شدند. برنامه را با خبری از اوکراین ادامه می‌دهیم. نظامیان اوکراینی روز 26 آگوست گفتند که نیروهای روسیه هجوم خود را در منطقه شرقی دونتسک وسعت بخشیدند. این زمان اولین بار است که نیروگاه اتمی زاپاروژه موقتا از کار مانده است و این حالت نگرانی ها را از احتمال سر زدن فاجعه هسته‌ای بیشتر کرد.
اوکراین آتش روسیه را سببگار سوختار در جنگل کنار پایگاه زاپاروژی نامیده است، ولی روسیه ایبنامه را رد می‌کند. اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد. صبح 26 اوگوست زمانی که نیروگاه هسته‌ای زاپاروژیای اوکراین برای اولین بار از شبکه تأمین برق محروم شده، راکتورهای هسته‌ای آن از کار مانده بود، نیروهای روسیه حمله به منطقه شرقی دونباس را از سر گرفتند. روز جمعه ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اظهار نمود که حمله نیروهای تجاوزگر روسیه در سمت شهرهای بخموت و اودیوکا به عقب پرتافته شد. روز پنجشنبه پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی ابراز داشت که تیرباران گرد و اطراف نیروگاه زاپاریژیا که بزرگترین پایگاه هسته‌ای تولید نیروی برق در اروپا می باشد، اهل عالم را با فاجعه هسته‌ای مواجه کرد. او روسیه را مسئول حادثه عنوان داد. میخواهم مردم اوکراین را مطمئن کنم که ما کاری از دستمان آمده را برای جلوگیری از سناریوی فاجعه‌ای به سامان میرسانیم. ولی این عمل تنها به کشور ما وابسته نیست. مسئله کلیدی حضور بین المللی می باشد که تجاوزگران را به ترک فوری قلمرو نیروگاه هسته‌ای زاپاروژه وادار کند. اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای و دیگر سازمان‌های بین المللی باید تیسر عمل کنند، زیرا هر لحظه که نظامیان روسیه در نیروگاه قرار دارند جهان با فاجعه هسته‌ای روبرو می باشد. زلنسکی از اقدام‌های خادمان اوکراینی پایگاه اشغال شده هنگام قطع تأمین برق به نیروگاه قدردانی کرد. با قطع تامین برق گنراتورهای دیزلی فعال شدند تا راکتورهای از کار مانده با برق تامین باشد. جهان باید درک کند که اگر گنراتورهای دیزلی فعال نمی‌شدند، اگر تجهیزات به طور اتوماتیک فعال نمی‌شد و کارمندان پایگاه به قطع برق عکس‌العمل نشان نمی‌دادند، ما الکی با پیامد آن مواجه می‌شدیم. روسیه اوکراین و تمام اروپایی‌ها را در یک قدم از فاجعه هسته‌ای قرار داد. رهبران از طرف روسیه تعیین شده منطقه ایبنامه را قبول ندارند و اصرار می‌ورزند که سوختار در جنگل نزد پایگاه هسته‌ای از آتش نیروهای اوکراینی به عمل آمده است. از آغاز جنگ اوکراین نظامیان روسیه پایگاه زاپاریژیا را تحت تصرف قرار دادند. این پایگاه 6 راکتور هسته‌ای دوران شوروی دارد که فعلا فقط 2 تای آن فعال میباشند. دادستانی شهر ولادیکاوکاز سنت الله دولتزاده یک شهروند تاجیکستان را با سبب دلیل‌های ناکافی مقامات تاجیکستان برای استرداد او از بازداشت رها کرده است. دادستان گفته است دلیل‌هایی که مقامات تاجیکستان در درخواست استرداد به روسیه فرستادند کافی نیست. برای همین باید سنت الله دولتزاده از بازداشت رها می‌شد. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری کرد و در استودیو با ماست. میرزانبی، اول درباره جزئیات پرونده میگفتید. بله، مقامات انتظامی تاجیکستان روز 18 می امسال سنت الله دولتزاده را با عضویت در حزب ممنوع نهضت اسلامی و ترغیب عقیده‌های آن در اینترنت پرونده باز کرد و در پیگرد بین المللی قرار داده است. نسخه این سند دسترس رادیو آزادی شده است. در آن ذکر می شود که سنت الله دولتزاده در شبکه‌های اینترنتی برای تبلیغ حزب نهضت اسلامی نوارها و نوشته‌ها به نشر می‌رساند و نسبت او با ماده تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی پرونده باز کرده شده است و در پیگرد قرار داده شد. او را با نظرداشت همین درخواست ماه آگوست در روسیه بازداشت کردند. بعد شکایت دولتزاده، دادستانی ارنبورگ گفته است از بس که مقامات تاجیکستان در مورد همکاری دولتزاده با حزب نهضت سند و دلیل ارسال نداشتند و فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در قلمرو روسیه ممنوع نیست، سنت الله دولتزاده باید از بازداشتگاه موقتی آزاد کرده شود و به تاجیکستان هم فرستانده نشود. شما با خود سنت الله دولتزاده هم صحبت شدید، خودش چی میگوید؟ بله، طور خودی سنت الله دولتزاده روز 25 آگوست در صحبت به رادیوی آزادی گفت به حزب نهضت اسلامی هیچ رابطه ندارد و این پرونده‌ای که در نسبت او باز شده است بی اساس است. سنت الله میگوید که جنایت صادر نکرده است ولی به سبب طلب‌های بی اساس مقامات تاجیکستان در روسیه به درد سر زیاد گرفتار شده است. حالا پرچه از صحبتش را همراه می‌بینیم. با صحبت مورد امید. هنگام تفتیشات من از پروکرور پرسیدم برای چی شما را بازداشت کردید؟ پروکرور به من گفت شما در پیروی به اعضای حزب نهضت اسلامی جمهوری تاجیکستان گمانبر می شوید
ولی من جانب پروکرور گفتم من هیچ وقت در هیچ مورد پیروی از حزب نهضت اسلامی جمهوری ترکستان نکرده بودم. بنابراین پرونده ای اعلان کردن نسبت من ساخته و بافته است. بعد آنه که مقامات های تاجیکستان نتوانستند نسبت من یگان فکت و دلیل نوی را اثبات سازند، مقامات انتظامی کشور روسیه ما را از تفتیشات از بازداشتگاه آزاد نمود. و حالا سنت الله دولتزاده در آزادی است و به خاطر امنیت همسر و 2 فرزندش جای اقامتش را نگفت. وی افزود که در شبکه‌های اجتماعی نظرهایش را درباره حادثه ها می نویسد که جنایت نیست، از جمله درباره بازداشت ژورنالیست و بلاگرها مثل دلیری امام علی و عبدالله غربتی نویس که هنوز هم در بازداشت هستند و درباره سرنوشت آنها خبری هم نشر نمی شود. و با درخواست مقامات تاجیکستان در روسیه بازداشت شدن سنت الله دولتزاده حادثه نو نیست. با چنین درخواست‌ها چندین شهروند تاجیکستان در روسیه بازداشت و بعد دوشنبه استرداد شده و جزاهای سختی هم گرفتند. بله. تشکر. همکارم میرزا نبی خالقزاد بود که درباره استرداد نشدن یک شهروند تاجیکستان از روسیه صحبت میکرد. خبری از زندگی زنان فلسطینی در اسرائیل. بیشتر از 4 زنان فلسطینی در بیت المقدس شرقی بیکار هستند. سبب‌های بیکاریشان هم زیاد است. یکی عنعنه‌های قدیمی که زن باید در خانه باشد و فرزند بزرگ کند و دیگری امکانات کمی تحصیل برای در قسمت فلسطینی بیت المقدس شرقی که اسرائیل آن را اشغال کرده است. عینی تعداد زیادی زنان فلسطینی زبان یهودی را نمی‌دانند و برای همین جای کار نمی‌یابند. حالا سازمان‌ها در اینجا با اجرای طرح برای زنان فلسطینی زنبور پروری یاد می‌دهند تا کار و درآمدی داشته باشند. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. نور افغانی قوطی‌های زنبور اصل را 3 ماه پیش و پس از ختم یک دوره آموزش زنبور پروری گرفت که آن را سازمان فلسطینی سلسله در بیت المقدس شرقی عملی می‌کند. امیدوار است به زودی اولین بار اصل یعنی حاصل کارش را می‌گیرد. نگاه داشتن زنبوری اصل در خانه در بالای بام خود یک کار غیرعادی است. یک نوع غمخوری در حق طبیعت است. زنبورها مثل عائله من مثل دوست هستند. من نگاهبین و غمخوری در حق آنها را یاد گرفتم. مثل جانوری خانگی من هستند. مؤلف طرح زنبور پروری طریق نصار مدیر سازمان سلسله است و هدفش تامین خودکفایی در بین فلسطینیان بوده است. ما سعی داریم وضع را در بیت المقدس شرقی تغییر دهیم. تلاش داریم از راه زنبور پروری اصل و پول توانمندی زنان را بالا بریم. نتیجه دیگری کار بام‌های سبزی آنهاست. نصار میگوید تا آخر سال سلسله تا به 500 زن فلسطینی در بیت المقدس شرقی زنبور پروری یاد می‌دهد که آنجا 80% زنان بیکارند. زنان همراه کار می‌کنند و اصل‌هایشان را یکجا می‌فروشند. 4 پول به حساب سلسله می‌رود. برای عده زن‌ها زنبور پروری نخستین کار و نخستین منبع درآمد شده است. برای یک گروه آنها جهانی نو. ما حیات زنبورها را زیاد آموختیم. برای من که هیچ چیز نمیدانستم مثل کشف یک دنیای نو بود. به زنان درس دادند هنگام کار در نزد لانه‌های زنبور آرام و آهسته حرکت کنند تا آنها را آزار ندهند. مهارتی که برای زندگی در بیت المقدس لازم است در جایی که مناسبت بین یهودیان اسرائیل و عرب‌های فلسطینی ساده نیست. مسئولان سلسله امیدوارند طرح زنبور پروری مردم زیادتر را به گذاشتن لانه‌های زنبور در باغ و بام‌هایشان در شهر تشویق می‌کند و یا حتی در پیشگیری از نابودی زنبور در سیاره مساعدت می‌نماید. پایان برنامه. خبرهای بیشتر و نو را در صفحه‌های رادیو آزادی در وبسایت azadi.org و صفحه‌های ما در فیسبوک و اینستاگرام پیدا کنید. خدا نگهدار.